مقدار کیف و مقداری پول پیدا شده. داداش بذار من برم داخل، نمیتونیم یه حرکتی بزنیم جیمو خیلی بی پول خدا وکیل. تو همینجا وایسا. سلام. سلام. خوبی؟ مرسی. خوش اومدید. ببخشید واسه این مدارکی که پشت شیشه زدیم مزاحم شدم. نفونیسو بگین؟ نفونی؟ آره. یه کیف سفیده توش هم 1 تومن پوله. نه کیف قهوه‌ایه توش هم 20 تومن پوله. فکر کردی من اسکلم؟ بفرمایید آقا متهم نشید. اسکول داداش یارو اسکوله. خب همه نشونی کیفو بهم گفت. مال خودم که مشخص داشته بود ولی همه مشخصات کیف اصلی رو گفت. میگه یه کیف قهوه‌ایه 20 میلیون تومن هم پول توشه. برو سراغش. سلام آقا. سلام خوش اومدید. برای این مدارکی که پشت شیشه زدین اومدم. خیلی خوش اومدید. میشه نفونیسو بگین؟ نشونیش یه کیف قهوه‌ای بود و 20 میلیون تومان هم پول توش بود. آره درسته. اگر مال خودتونه؟ بله راست بله. میگی؟ بله. بزن خیلی ممنونم مرسی. قربون شما. من خیلی منتظر موندم تا بیان. میشه لطف کنی حالا یه خرید کوچولو از مغازه‌ام بکنی؟ خرید که چیزی لازم ندارم ولی خب هر لطفی بکن. باش برای جبران لطفتون از تو خرید میکنم. مرسی. ممنونم. قربون شما. آقا همینا رو بی زحمت لطف کنین حساب کنین. چشم. 5 میلیون تومن قابل نداره. خب از همین پوله تو کیف بهتون میدم دیگه. ببخشید فقط صاحبکارم اجازه نمیده نقد قبول کنم. باید کارت باشه؟ آره اگه لطف میکنی کارت خب شما اینجا تا مرسی. خواهش میکنم. داداش زدم شکارو. اینا چیه؟ یه کیف و اون بستار رو مجبور شدم بخرم. از پولا دادی؟ نه بابا کارت کشیدم. اسکول اینا که همه قلابیه که. قلابیه؟ اسکولت کرده بابا. ای بابا. از پنجمیش بریم سراغ شکار بعدی.